سلام به بیتبندی‌های عزیز، من محمد جوادم و توی این ویدیو قراره با هم درباره باینری کلاسیفیکیشن صحبت کنیم. باینری کلاسیفیکیشن یکی از زیرمجموعه‌های سوپروایزد لرنینگه که من حالا این زیرمجموعه‌ها رو توی اون ویدیویی که هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و یادگیری عمیق و علوم داده رو مقایسه کردم توضیح دادم. سوپروایزد لرنینگ اون متدی از یادگیری بود که توش ما می‌اومدیم به مدل یک سری داده‌ها رو به عنوان تمرین میدادیم که با اونها تمرین کنه و بعد بتونه رو داده‌های حدس بزنه که اونها رو هیچ وقت ندیده. باینری کلاسیفیکیشن هم مثل همین قضیه است. قرار آره یا نه رو مشخص کنه. حالا جلوتر با مثال توضیح میدم. یه ویدیو قبلا ساخته بودم تحت عنوان لینیر ریگرشن، می‌اومدیم یک حدس در واقع عددی رو حدس میزد مدل هوش مصنوعی. اول تو قسمت‌های اول اومدم رو کاغذ تئوریاتش رو گفتم، ریاضیاتش رو گفتم، تو قسمت‌های آخرش اومدیم با کد پیاده سازیش کردیم. لینیر ریگرشن هم در واقع اون حرکتی هم که اونجا زدیم باز یکی از زیرمجموعه‌های سوپروایزد لرنینگ محسوب میشه. این باینری کلاسیفیکیشن هم همینطور یکی از مجموعه‌های سوپروایزد لرنینگ محسوب میشه. متد همون متده ولی یک سری چیزها متفاوته. یعنی من با اتکا به اون مباحثی که اونجا گفتم اینجا اومدم اونا رو تکمیل کردم و باینری کلاسیفیکیشن رو بهتون توضیح دادم. حالا قبل از اینکه بریم جلوتر و چند تا مثال بزنم و باینری کلاسیفیکیشن توضیح بدم و بریم سراغ بقیه مباحثش، ازتون میخوام اگر سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، در انتها هم نظرتون رو بگید، چه مثبت چه منفی، میتونه خیلی سازنده و کمک کننده باشه. دیگه بریم سراغ ویدیو ببینیم باینری کلاسیفیکیشن چیه. توی باینری کلاسیفیکیشن بچه‌ها ما باید آره یا نه رو مشخص بکنیم. یعنی به سیستم بگیم که سیستم به ما بگه که آیا مثلا فلان شخص دیابت داره یا نه، یا مثلا توی عکس به ما بگه که آیا توی این عکس انسانی وجود داره یا نه، توی دوربینای مداربسته مثلا کاربرد داره، یا توی ماشینایی که رانندگی خودکار دارن با استفاده از دوربینایی که دارن که مثلا بتونن عابر پیاده، اجسام و غیره رو تشخیص بدن. یکی دیگه از کاربرداش توی سیستم‌های ایمیل. مثلا اگر شما دقت کرده باشین توی ایمیل ها، سرویس هایی که برای نامه‌های الکترونیک وجود داره، یه بخشی دارن به اسم اسپم یا هرزنامه که ایمیل هایی که اسپم هرزنامه است یا چرت و پرته و احتمالاً تبلیغاتیه یا چیزایی که حواس شما رو پرت میکنه و مزخرفه میره توی اون بخش. خب در واقع اسپمه و سیستم میتونه با استفاده از حالا مدل هوش مصنوعی که داره تشخیص بده که چه ایمیلی اسپمه و چه ایمیلی واقعیه. این یکی دیگه از کاربرداشه. یا مثلا توی فروشگاه آنلاین با استفاده از خریدهایی که شما قبلا کردین، با استفاده از کامنت هایی که قبلا گذاشتین، نظراتی که گذاشتین، لایک هایی که کردین، محصولاتی که تماشا کردین، سیستم بتونه حدس بزنه که آیا شما این محصول رو خرید میکنید یا نه، چقدر احتمال داره که خرید میکنید یا نه. و حالا با استفاده از حدسی که زده هم بیاد و به شما یک سری پیشنهادهایی بده که آقا این مثلا محصول وجود داره. توی پزشکی هم خیلی کاربرد داره. مثلا اول ویدیو یه مثال بهتون زدم. مثلا شما با استفاده از مثلا یه جدولی تهیه میکنین که اشخاص مختلف توش لیست شده، سنشون، متابولیسمشون، حالا جنسیتشون، میزان قندی که توی خونشون هست و یک ستون هم میگه که آقا این اشخاص دیابت دارن یا نه، آره یا نه رو مشخص میکنه. سیستم هوش مصنوعی که از باینری کلاسیفیکیشن استفاده کنه میتونه بیاد و سوپروایزد لرنینگ دیگه همه این داده ها رو بگیره، بررسی کنه، روش تمرین انجام بده و بعد بیاد روی شخصی که اونو قبلا ندیده و درباره اطلاعاتی که اون داره هیچ وقت حالا ترین نشده روی اون اطلاعات، به ما حدس بزنه که آیا این شخص دیابت داره یا نداره، چون تمرین کرده روی داده‌های قبلی. حالا داده‌های باینری کلاسیفیکیشن رو نمودار چه شکلی هستند؟ من باز اینجا مثال دیابت رو زدم. ببینید بچه‌ها اینجا از در واقع محور افقی که داریم میزان قند خون، محور عمودی که داریم حالا میگه که طرف دیابت داره یا نه. اگر روی 1 باشه میگیم دیابت داره، اگر روی 0 باشه میگیم دیابت نداره. از یک جایی به بعد که قند خون زیاد میشه میگیم طرف دیابت داره، یعنی سریع داده میپره روی 1. و از یک جایی به قبل، یعنی دقیقاً قبل از اون، میگیم که طرف دیابت نداره. چرا با همون تابع خطی تقریبش نمیزنیم؟ یعنی همون چیزی که توی لینیر ریگرشن داشتیم، یعنی یه همچین نموداری بود دیگه، یه خطی داشتیم، فرمولش هم این بود، z مساوی بود با ax به علاوه b، که من اونجا بیشتر توضیح دادم که a میشد شیب خطمون و b هم میشد فاصله از محور مختصات. چرا حالا با همین خط حدسش نمیزنیم؟ ببین میتونیم این کارو بکنیم. من حالا یه مداد اگه بتونم اینجا بردارم خیلی عالی میشه. آره ببینید یک نفر میتونه بگه آقا خب اوکی، این مثلا این نقطه که اینجا دارم رسم میکنم اگر بیام اینجا میشه چی بچه‌ها؟ میشه نیم. اوکی میشه نیم. میتونم بگم که اگر یه decision boundary هم اینجا بکشم اینجوری، میتونم بگم آقا از این به بعد اگر رفت تو بیا
بگو، یعنی از نیم به بعد اگر بود بیا بگو که طرف دیابت داره، اگر نه بیا بگو طرف دیابت نداره. مثلا اگر داده اینجا بود روی این خط میفته کجا؟ میفته اینجا، چیزی مثلا تقریبا حالا چه میدونم 6 دهم مثلا، یا حالا هرچی. یه چیزی هم بگم بچه‌ها، من قلم ندارم، با موس دارم مینویسم، اگر کجلوت شد ببخشید دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. سعی میکنم خوب بنویسم. یه نفر میتونه اینجوری بگه، این کاملا درسته توی این مثال، ولی یک مشکلی وجود داره. میشه رنگ اینو عوض کرد؟ آره. یه مشکلی وجود داره. مثلا اگه من یه داده پرت داشته باشم اینجا مثلا، خب این خیلی میاد خط منو جابجا میکنه. مثلا خط رو میاد این کارو باش میکنه، خط میشه کلا این. خب حالا تقریبا یه همچین چیزی میشه دیگه. این خط خیلی خیلی تاثیر داره روش، و بعد ممکنه من در واقع این خط دیگه درست نباشه، شاید یک استثنایی بوده باشه یا شاید چند تا استثنا بوده باشه و این خط دیگه شاید به من تقریب درستی از دیابت شخص نده. پس متوجه میشیم آقا لینیر ریگرشن یا یک تقریب خطی برای من توی باینری کلاسیفیکیشن نمیتونه یک تقریب درست باشه، به من یک در واقع نتیجه قابل اعتماد به من نمیده. پس راه حل چیه؟ پس چجوری باید تقریبش زد؟ ما باید از لوجستیک ریگرشن استفاده کنیم. لوجستیک ریگرشن چیه؟ این بذارید من همینا رو پاک کنیم. ببینید بچه‌ها، لوجستیک ریگرشن میاد به ما تابعی میده. این تابع اس، شکل اس آبی رو که نگاه کنید، یه تابعی به ما میده که شکل اس باشه، اس شیپ باشه، و بعد این تابع لوجستیک ریگرشن، جلوتر میریم فرمولش هم بهتون میگم، این تابع نسبت به داده های پرت مقاوم تره و تغییرات کمتری نشون میده و به من نتیجه قابل اعتماد تری میده. یعنی اگر داده اینجا هم باشه تغییر این خیلی کمتره، حالا رسمش دیگه با موس خیلی سخته ولی تغییرش خیلی کم میشه و در واقع برای من قابل اعتماد تره. بریم جلوتر چطور این تابع اس شکل رو پیدا کنیم. این سوال خیلی خوبیه. ببینید بچه‌ها، تابع اس ما از برای اینکه تابع اسمون رو پیدا در واقع گفتم اس، برای اینکه تابعی پیدا کنیم که اس شیپ باشه، شکل اس باشه، باید از تابع سیگموید استفاده کنیم. سیگموید فانکشن فرمولش هم اینجوریه، حالا با جی زد نشونش میدیم. این جی رو حالا به عنوان اکتیویشن فانکشن، حالا به عنوان این سیگموید فانکشن از من بپذیرید فعلا. زدم اون خطیه که در واقع به خوردش میدیم، جلوتر این زدم بهتون مشخص میکنم، ولی الان تمرکزتون رو بذارین روی این فرمول. این فرمول رنگ اینو قرمز کنم. این فرمول سیگموید فانکشنه. خب برد تابع سیگموید فانکشن یعنی چی؟ یعنی این جی زدم همیشه کوچیکتره از 1 و بزرگتره از 0. روی نمودارم اگر دقت بکنید، همینطوری که به سمت منفی بی نهایت داره میره، تازه داره به این محور افقی نزدیک میشه. یعنی حدش وقتی میره به سمت منفی بی نهایت میشه 0 و حدش وقتی داره میره به سمت مثبت بی نهایت میشه 1. یعنی به این نموداره، به این محور در واقع 1 داره تازه نزدیک میشه. میتونیم اینو رو کاغذ هم نشون بدیم. آره مثلا این در واقع به ازای اگر زد من باشه، آره اینجا رو که دارم می‌نویسم بچه‌ها چیز نترسید، یعنی اگر متوجه نشدید اوکی، ولی خب سعی کنید که متوجه بشید. یعنی اگر زدم، چرا همچین کردم؟ یعنی اگر زدم مساوی شد با مثبت بی‌نهایت، خب چه اتفاقی برای این سیگموید من میفته؟ این میشه 1 شاید نوشتن مساوی اینجا زیاد درست نباشه، بذارید من اینطوری بنویسم، بگم اگه زد میل کرد، یعنی حرکت کرد به سمت مثبت بی‌نهایت، یعنی منظور اینجا اینه که داره به سمت یک عدد خیلی بزرگ حرکت میکنه. فرض کنید روی این محوری که اینجا رسم شده به سمت راست، خیلی راست داره حرکت میکنه و اون وقت چه اتفاقی میفته؟ فرمول من به این شکل میشه 1 بر روی 1 به علاوه ای به توان منفی بی‌نهایت. این بی‌نهایتی هم که اینجا می‌نویسم بی‌نهایت حدی ها، منظور اینجا همون عدد خیلی بزرگه، نه بی‌نهایت مطلق، بی‌نهایت خطی مد نظرم. اینجا بچه‌ها چه اتفاقی رقم میفته؟ اتفاقی که اینجا میفته اینه که این یکی که بالا میمونه میشه 1 به علاوه این توان منفی معکوسش میکنه دیگه، میاد 1 بر بابا این چه اتفاقیه من کرد؟
یک بر روی یک به علاوه کجا بودیم؟ آره این میشه ای به توان مثبت بی‌نهایت. مثبت بی‌نهایت. این منفی بی‌نهایت بوده که وارونش میکنه دیگه. خب ای به توان مثبت، ای هم عدد نپره دیگه. ای یادم رفت بهتون بگم ای عدد نپره و مقدارش 2.7 خورده ایه اگر اشتباه نکنم. عدد نپره. حالا هر عددی به توان بی‌نهایت چی میشه بچه‌ها؟ میشه بی‌نهایت. از اون ور دارم یک بر روی بی‌نهایت. یک بر روی بی‌نهایت چی میشه؟ هر عددی بر روی بی‌نهایت میشه صفر دیگه. این صفر هم صفر حدیه، چون بی‌نهایت هم بی‌نهایت حدی بود. حالا نتیجه‌ای که میگیرم اینجا میشه یک بر روی یک به علاوه صفر که میشه یک. پس جواب میشه یک. پس نتیجه میگیریم اگر z به سمت مثبت بی‌نهایت بره جواب من میشه یک، یعنی تازه به یک داره نزدیک میشه. حالا اگر z به سمت منفی بی‌نهایت رفت چی؟ اگر z رفت به سمت منفی بی‌نهایت چه اتفاقی میفته؟ این اینجوری میشه. آره. z اگر بره به سمت منفی بی‌نهایت میشه یک بر روی یک به علاوه ای به توان منفی بی‌نهایت. درسته؟ منفی در منفی که میشه مثبت، این میشه ای به توان مثبت بی‌نهایت که یک عدد خیلی بزرگه دیگه. بی‌نهایت هم اینجا حدیه. ای به توان مثبت بی‌نهایت میتونم همون بی‌نهایت در نظری میتونم همون بی‌نهایت حدی در نظرش بگیرم که یک به علاوه بی‌نهایت حدی میشه بی‌نهایت که این چرا میپرمش که میشه یک بر روی بی‌نهایت. درسته؟ یک بر روی یک به علاوه بی‌نهایت میشه همون یک بر روی بی‌نهایت. اگر نپری ما اینو بنویسیم که این چی میشه بچه‌ها؟ هر عدد بر روی بی‌نهایت میشه صفر. پس نتیجه میگیریم که اگر زد من به سمت منفی بی‌نهایت بره، یعنی به سمت چپ حرکت کنه، من جوابم میشه در واقع صفر، تازه نزدیک به صفر میشه. پس این چیزی که اینجا نوشتم کاملا درسته، یعنی جی زد بازش از بین یک تا در واقع صفر. حالا این رو صفر چی میشه؟ رو خود صفر، یعنی اگر زد من صفر بشه اتفاقی که رقم میخوره اینه که این میشه یک بر روی یک به علاوه ای به توان صفر. ای به توان صفر، هر عدد به توان صفر چی میشه بچه ها؟ میشه یک. میشه یک بر روی دو که میشه همون نیم. پس این نقطه چیه؟ نقطه نیمه. اوکی؟ اینم برای صفر. پس در مثبت بی‌نهایت میره به سمت یک، در منفی بی‌نهایت میره به سمت صفر و در نقطه صفر اگه زد صفر بشه مساوی با نیم قرار میگیره. خب اینا رو گفتم که بیشتر با تابع سیگموید آشنا بشیم. حالا این تابع سیگموید به چه دردمون میخوره؟ ببینید بچه‌ها، ما در نهایت که از این خطی که توی لینیر ریگرشن تو قسمت‌های قبلی گفتیم که استفاده میکنیم، اینم همون زدمونه. خب همون زدیه که ما به خورد تابع سیگموید میدیم، همون زدی که اینجا مثبت بی‌نهایت در نظر گرفتن، منفی بی‌نهایت یا صفر در نظرش گرفتن، همون خطمونه که ما در نهایت این خطی که به دست اومده رو گفتم اگه داده پرت بدیم خیلی تغییر میکنه. آره خیلی تغییر میکنه، ولی همون تغییرش هم برمی‌داریم میدیم به تابع سیگمویدمون. خب به تابع سیگمویدمون و تابع سیگمویدمون این بلا رو سرش میاره و باعث میشه که در واقع اون مقدارش مشخص بشه و به ما یه تابعی بده که شکل S. نه همیشه اینجوری، اما به ما تابعی میده که شکل S. خب این که چجوری باشه بستگی به زدمون داره دیگه. همیشه اینجوری نیست که بردش. آره همیشه بین در واقع از 0 تا 1، هیچ وقت از 0 تا 1 جلو تجاوز نمیکنه از این بازه، ولی اینکه کجا باشه و چه شکلی باشه به زد بستگی دارد. آیا میتونیم با همون MSE یا مین اسکوئرد ارور مقدار خطا رو پیدا بکنیم؟ ببینید بچه‌ها، ما این JW همون مقدار خطامونه، W هم اون ویتاییه که پیدا میکنیم. بازم شما رجوع میدم به فیلم‌های لینیر ریگرشن، چون من اینا رو اونجا خیلی باز کردم. اینجا اگر زدمون باشه AX به علاوه B و ایگرگمون باشه همون Z، یعنی همون لینیر ریگرشنمون که ما اونجا چون ایگرگ نداشتیم، یعنی اینجا ما GZ داشتیم دیگه. ببینید
ما اینجا یه جی زدی داریم، یعنی زد رو برمی‌داریم میدیم به جی زد و این بلا رو سرش میاریم. ولی توی لینیر ریگرشنی که داشتیم ما دیگه جی زد نداشتیم، همون چیزی که زد به ما میداد از همون استفاده می‌کردیم، یعنی اکتیویشن فانکشن نداشتیم. اکتیویشن فانکشنمون همون تابع خطیمون بود. برای همین اینجا نوشتم y مساوی z که بدونیم تغییری قرار نیست روی z اتفاق بیفته. فرمول خطامون هم به این شکل بود دیگه، 1 بر روی 2m بر روی سیگما 1 تا m y حد اون حدسایی که در واقع مدلمون میزد منهای y واقعی که ما به خورد سیستم داده بودیم، تا در نهایت رو کل داده ها میرفت و این سیگما رو حل میکرد و یه خطایی پیدا میکرد. نمودار خطا که حالا معمولا یه چنین چیزی میشد دیگه، یه کرو اینجوری میشد. اما اگر ما همین تابع خطا رو به سیگموید پاس بدیم، یعنی در واقع اون سیگموید رو به این تابع خطا پاس بدیم، چیزی که به ما میده بچه‌ها این شکلی میشه. خب چیزی که به ما میده این شکلی میشه و خب این زیاد برای الگوریتم گرادینت دیسنتمون مناسب نیست، چون اگر دقت بکنید ما اینجا ماکسیموم ها و مینیموم های محلی زیادی داریم که دارم اینجا خطم میکشم روش و لینیر ریگرشن و تابع گرادینت دیسنتمون، الگوریتم گرادینت دیسنتمون رو اینا گیر میکنه، چون مشتق اینجا صفره، چیز دیگه خط موازی با محور W و مشتق اینجا صفر میشه و اینجا گیر میکنه. پس این نمیتونه زیاد تقریب مناسبی باشه و یعنی الگوریتم یادگیری من اینجا با خطا مواجه میشه و نمیتونه به من خروجی درستی بده. پس MSE الگوریتم تابع خطای مناسبی برای سیگموید نیست، برای لوجستیک ریگرشن من نیست و من باید از تابع خطای دیگه ای استفاده کنم. اینم فرمولش بود، از تابع خطای دیگه ای استفاده بکنم به اسم Logistic Loss Function که این میشه موضوع ویدیوی بعدیمون که اینجا دیگه نمیخوام بازش کنم، ویدیو رو نمیخوام زیاد طولانی بشه، تو همین حالا 18-19 دقیقه میخوام تمومش کنم. Logistic Loss Function میشه موضوع ویدیوی بعدیمون که من اونجا توضیح میدم که چطور ما میتونیم خطای این تابع رو پیدا کنیم، تابع سیگمویدمون رو، تابع لوجستیک ریگرشنمون رو پیدا بکنیم و اونو پاس بدیم به الگوریتم گرادینت دیسنتمون تا عملیات یادگیری راحت‌تر اتفاق بیفته. هدفمون هم باید این باشه، تابع لوجستیک لاس فانکشن. ببینید اینجا به من یه همچین چیزی داد، نباید دیگه اینجوری بده، باید یه کرو خوب به من بده، حالا نه دقیقاً اینجوری اما یه کروی بده که ماکسیمم و مینیمم اینجوری 1000 تا نداشته باشه گرادینت دیسنتمون گیج بشه. باید یه کرو خوب بهم بده که اون بتونه خوب عملیات یادگیری خودشو انجام بده. این میشه وظیفه لوجستیک لاس فانکشنمون که قراره تو ویدیوی بعدی بهتون بگم. خب بچه‌ها امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تونسته باشم مفهوم باینری کلاسیفیکیشن و سیگموید فانکشن و اینا رو بهتون منتقل کنم. توی ویدیوی بعدی قراره درباره لوجستیک لاس فانکشن صحبت کنیم که باهاش قراره بتونیم خطای در واقع باینری کلاسیفیکیشنمون رو بکشیم بیرون و بتیمش به خورد الگوریتم گرادینت دیسنتمون تا بتونه عملیات یادگیری، این چرخه یادگیری بتونه اتفاق بیفته. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. اگر سابسکرایب نکردید هنوز حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرتون رو بهم بگید. خیلی میتونه بهم کمک کننده باشه برای اینکه تو ویدیوهای بعدی بتونم بهتر عمل کنم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.